سلام به همه دوستان، زادشیر هستم از تیم هسته طراحی. به کانال ماتریکس خوش اومدید. قبل از هر چیزی 1000 تایی شدن فروش قالب باکالا توی مارکت ژاکت و 500 تایی شدنش رو توی مارکت مستقیممون تبریک میگم. اما مهمتر از فروش یه محصول با کیفیت پشتیبانی اون هست. پس تمرکز هسته طراحی توی سال 1403 روی پشتیبانی خواهد بود. امروز میخوام بخشی از ماتریکس موفقیت و فروش میلیاردی توی تجارت الکترونیک رو برای شما باز کنم. همونطور که میدونید این بحث خیلی چالشی و مفصله، پس خیلی زود میریم سر اصل مطلب. با تجربه‌ای که تو این سالها از نتیجه مشتریای موفقمون به دست آوردیم، میتونم بگم اولین شاخصه مهم توی فروش پوسته فروشگاهی شما نیست، بلکه اولین شاخصه تعیین استراتژی فروش شماست. بعد از اون و در قدم بعدی پوسته فروشگاهی و سرور اونه که میتونه از استراتژی شما 100% بهره رو بگیره یا زحماتتون رو هدر بده. به صورت کاملا بی‌طرفانه استراتژی فروشی قوی هست که فقط مبتنی بر فروش توی وبسایت شما نباشه. برای مثال توی مصاحبه با جناب حاجی باشی، فروشگاه جوی مارکت عضویت و فروششون توی دیجیکالا رو یکی از عناصر مهم توی فروش، برندینگ و اعتبار فروشگاهشون میدونن. حالا بریم این ماتریکس استراتژی بازار رو با چند مثال برای شما بازتر کنیم. فکر کنم همه شما اسم بلو بانک به گوشتون خورده باشه. همونطور که میدونید استراتژی این بانک تو ماه‌های اول مبتنی بر طراحی خوب گرافیکی کارت بانکی و عملکرد سریع و آسون اپلیکیشنش بود. و اگه یادتون باشه تو ماه‌های اول برندینگش اثری از تبلیغات بنری اون در کلان شهرها دیده نمیشد. توی وهله اول همین که شما یک کارت با ظاهر گرافیکی مدرن و به قولی با کلاس رو میدیدید براتون کافی بود تا پیگیر داشتن این کارت بانکی زیبا بشید. و چون کل رویه سفارش این کارت آنلاین و غیر حضوری بود، شما در قدم دوم اپ رو نصب می‌کردید و از کارایی سریع و آسونش لذت می‌بردید. همین دو برگه برنده بلو بانک کافی بود تا تو همون ماه‌های اول سهم خوبی از یه رقابت سنگین توی بازار بانکی بگیره. البته از اعتبار بانک سامان و پشتوانه اون غافل نیستم، اما اینجا باهاش کاری نداریم. چرا مثالمو با بلو بانک شروع کردم؟ تا بهتون بگم استراتژی بازاری که انتخاب میکنی تعیین میکنه که در آینده هم با چه استراتژی میتونید سهم بیشتری از این بازار رو بگیرید. برای مثال کدوم بانک تو ایران میتونه اعلام کنه که برای داشتن کارت مشکی رنگ من باید 10 نفر رو با لینک معرف خودتون معرفی کنید تا فقط به یه کارت مشکی و زیباتر برسید. خب معلومه بلو بانک. چرا؟ چون استراتژی این بانک بر مبنای طراحی و دیزاین زیبا بوده و مسلماً بخش زیادی از انگیزه کاربران این بانک رو یک رنگ میتونه برانگیخته کنه. خب همه اینا رو گفتم که به چی برسم؟ که بگم استراتژی غالبی که توی کسب و کارتون انتخاب میکنید جامعه هدف مشتریان شما و جهتگیری و سیاست‌ها و استراتژی‌های بعدیتون رو تعیین میکنه. پس برای مثال اگه شما یک وبسایت فروشگاهی مبتنی بر ورودی گرفتن از طرق و ایمیلز هستید، یادتون باشه که شما ممکنه سخت‌ترین استراتژی و بی‌وفاترین مشتری‌ها رو جذب کنید و همیشه قیمت کمتر و رقابتی میتونه اغلب مشتریای شما رو برای خرید وسوسه کنه و به وجود اومدن یه رقیب با قیمت کمتر همیشه میتونه کسب و کار شما رو تهدید کنه. پس ما با تجربه‌ای که به دست آوردیم به شما میگیم اینکه یک قالب مثل باکالا تعداد سفارش روزانه بالای 1000 مورد رو میتونه پشتیبانی کنه و هیچ مشکل فنی نداره، ثبت نام و ورود موبایلی پرسرعت خودش رو داره و اینکه سایت مکس بکس از سال 96 تا حالا حدود 500,000 سفارش رو با باکالا ثبت کرده و قالبش رو تغییر نداده. پس دغدغه تو برای قالب بذار کنار. به فکر یه سرور خوب و استراتژی خوب توی بازار تجارت الکترونیک باش و من تو پستای بعدی در کنار شما هستم تا در مورد تمامی استراتژی ها مثل استراتژی های مبتنی بر سئو، مارکت های واسطه، تبلیغات گوگل و یکتانتی یا ترکیب همه اینها با هم با تو صحبت کنم تا خودت به نسبت دسته‌بندی کسب و کارت بتونی تحلیل کنی و نتیجه بگیری و بهترین تصمیم رو بگیری. شما لایق بهترین ها هستید و تلاش ما تو تیم هسته طراحی رشد کسب و کار شماست.